سلام دوستان، من ایلیا هستم. امروز اومدید توی ماینکرافت بهتون آموزش بدیم که چجوری زمین بسکتبال بسازید و بازی کنید. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، اول یه زمین اینجوری میسازید مثل من. یه زمین اینجوری میسازید، بعد اینجاشو اینجوری کنید. خب با کابلستون وقتی اینجاشو پوشوندید میاید اینو میذارید اینجا. خب بعدش سلایمو میذارید روش، بعد دیگه با اینا میپوشونید. از اینا این دوتا اینجاش میذارید. خب حالا چی کار میکنه؟ میاید اینجا بذارید اینجا رو من بکنم. خب میاید اینجا رو اینجا خوب به نظرم. میاید اینجا رو چیکار میکنید؟ اینجوری با از اینا میرید بالا. خب وقتی رفتید بالا با از اینا میاید اینجا رو اینجوری به این شکل اینجوری میکنید. خب بعد چی کار میکنیم؟ ما به نیاز داریم، به اینم نیاز. خب میاید چی کار میکنیم؟ از اینا میارید اینجوری به این شکل مثل تور بسکتبال. بعد یه دونم تور اسمش چیه؟ از این چیزا میذارید وسطش. خب میاد چی کار میکنید؟ با هر وسیله‌ای که دوست دارید خب میایید اینجا وای میسید، میرید روی این، بعد وسایلتون رو میندازید تو. حالا من وسایلم دیر پرتاب میشه، حالا خودتون ببینید دیر پرتاب شد. نمیتونم زود بندازم بره توش، به خاطر همین نمیشه. بدون هیچ مودی ساختمش، بدون هیچ دردسری، به همین سادگی. خب دوستان، این بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فعلا خداحافظ.